خیلی گرم میزنیم برای موچی برای هر روزه تبلیغاتی که این باشن همین کسلی هم مخلوق نه مخلوق شما زرد که دیدگی در علف نیست علف زرد پیچک در علف مثل ریشه نداره یک همین برومات یک خوش برومات یا دندانک میزنه در تنه رستنی اما قوتی همون خوردن میگه ایسا بگیم نداره ریشه کو بعد چند وقت میبینی که تمام رستنی میگیره تصور رسم میکنیم تصور کنیم هوا از زمین میکنیم هوا باید تو هم تخم داره یک همین برومات ریشه نمیدوانه تو تخمای دیگه چی خیلن داره زمین ریشه میدوانن و نایسه میزنن و زمین اینه این تنه همون رستنی میخواد کسلی هم خیلی در وجود انسان که پیدا شد و قوت انسان هم خوردن میگیره اخی چی خیلی پیدا میشه نه کسلی عموما کسلی های آدم در گینهاش ارثیت خونش نوشتگی هم یکی چی سبب میشه که کسلی رخ میزنه برای جای همه وضعش نوشتگی نمیگروه مثلا اینه در وجود انسان میکوباکتری توبرکولوز هست که نه همه کسل میشه بسیار میکروبوی هست مثلا در ویروس هایی هست که استادگی هم مثلا ویروسی گرپس میگن که تاوخور همین تاوخور که نگوه نه استادگی تگی پوسته کسی به این تاثیر گریب میشه پیدا میشه برای ایمونیتت انسان پیدا کردن هست که اما حالت طرز ایمونیتتش پست می شود همون میگروه که ایمونیتت رو بدار کنه یعنی که منفیت میره بعضی حالات یعنی که همه وقت برمارگی نیست و هرچند که در وجود انسان باشه از این برمیگه که کسل در وجود انسان هست چیز مثلا کسل میگروه من اکنون دقت میتیم یکم اون محیطی که آدم احاطه میکنه میتواند که خنکی باشه میتواند گرمی باشه میتواند زرد و لخت باشه میتواند غذا قطعی باشه مثلا بعضی چیزایی است که مثلا تاثیر میرسونه کسل همون خوابیش هم میتونن بیدار کنه با بعضی عملها هم مثلا کارهایی هستن که مثلا آدم از حد زیاد خودش مانده میکنه کار زدن میشه و بعضا مثال میشه یعنی که جنجالای زیاد میکنن و فکرهای چی میکنن؟ فکرهای ویران میکنن فکر چی رو بیدار میکنن؟ فکر صورت میشه در سر آدم صورت در سر آدم نیمکره معینه راسته صورت و مغز مابینی تاثیر میکنه مغز مابینی دارو حاصل میکنه داروی کسلی یک تاش ادرنالین زیاد کشید چکو میکنه مثلا کاری دیل میتیزونه دولینی رو بلند میکنه پشت گردن رو شاخ میکنه مثلا چشما رو مثلا کمتر گره‌هاش رو تنگ میکنه گلوی رو فشار میاره روده ها رو مثلا زیر میکنه عموما تمام بدن رو در یک حالت آماده باشی فعال قرار میده اما من میشه چی آدم همین دور و دراز دوام میکنه این صورت در سرش هست این فکر در سرش هست دارو برآمدن میگیره دارو برآمد ارگانیسم نادرست کار کردن میگیره یکی از سبب‌های مانده شوی آدم اعصابش خراب میشه مانده میشه همینه یعنی که بسیار سخت ارگانیسم کار میکنه مثلا برای ما یک کار کنیم قوا در کاره قوا در خون ما چیه؟ گلوکوزا شیرینی همین تمام بنزین بدن ما چیه؟ گلوکوزا مغز سر میره و گلوکوزا گوشت پوست میره دیل جگر همه جا میره و یا کار میکنه حالا که تصور کنید برای گلوکوزا به تنه آدم بدرویه انسولین نکنه انسولین یعنی بعضی بیماری قند میشون کو ما در همینجا منفیت فایده میتونیم برسونیمشون که بعضی عامل‌های روانیشون رو برطرف کنیم که همین دارو حاصل نشه و که ارگانیسم استشهاد خراب نکنه و ضعیفش نکنه انسولین
تصور کنید که حجره های لنگ انسولین بروردن میگیرن میشوند مونده که شد و میشوند بیماری چی؟ بیماری قند رخ میزنه. این بعضی وقت میبینیم ما در حالتهای نورمال قندشون بلنده یا کاری باشن فعالیت سخت، لیکن کسانی نیست با همین که آرام شدن چی؟ با قندشون نیاز نمیبینن. انا چیکار کردن در کار که ما همین بیماری را امکان ندیم در وجود خود رخصانه. ما البته درود درمون داریم، خدا را شکر که دولت چخیر شده امکانات پیدا شده که دولت تنج حکومت کار کرده است. مثلا دوره که یک تیلوی تاجیکستان میره دلار میخری استفاده میکنه. با سمت‌های دیگرش هست دیگه، یک سمت‌هاش چیست؟ اون چیزی که ما با شما پیشنهاد میکنیم. چی داره مشق روانی؟ مشق روانی تاجیکی نه یوگا هندوستان میکنی، نه آفتگین تریوف که حکومت شوروی داره، نه مشق روانی اروپا بود، اینا رو نمیکنی. درسته برای تاجیکی خود اینا رو استفاده میبریم به زبان فرهنگ تاجیکی خود که بدنت قلبت میفهمه. یکم چی نکنه؟ یکم البته آرامی. شما یکم برد خط دادگی و بعضی آدم دیگه چه آرامه؟ سر واقعی حالتا شما یک مثلا انگیزه با آرامش نگاه کنی همه آرام عمرشون درازه کاراشون مثلا نسبتا درسته. مثلا یک خطای آدم چیست؟ تیز وقتی که عصبی یکان تصمیم میگیری یک قرار نمیای خطا میکنه آدم، خطا میکنه عصبات دویان خفت کردن زیخ شدی یکان تصمیم میگیری من همون کارا میکنم. سبب چی میشه؟ پگه میبینی که خطا کرده. او آدمی آرام چکار میکنه؟ میشینه فکر میکنه 3 روز رد میکنه انتظار میشه بعد خلاصه خودش میکنه. آرامی این پروست یک چیزی پروست همین خیلی که نما آرامی درونی میشه. مثلا در دختری ما 3 کورسی در فیزیولوژی میخوندیم پتانسیل پاکوی میگفتن اقتدار آرامی. در آرامی ارگانیسم بدن ما سرشت ما دم میگیره، در آرامی قوتش جمع میکنه، در آرامی خودش تازه میکنه، در آرامی فکر و اندیشه جابجا میشه، در آرامی داروها حاصل میشن که یک وقت است. خیلی من اون چیزهای حوض علمی شگرد نمیزنم که یانهای کلی یانهای نتری مثلا آدم چی بیرون در جامعه و در داخل او یک حالتی مثلا بگیم که فشار اجتماعی هست چی در داخلش و چی در بیرونش. این موضوع رو تو چه خود نمیده لیکن بدانید در زندگی ساعتهای بیایی که آرام شده. آرامی رو به هم مشق روانی میگن. یا که شما در خانه هم میتونه بشینید بعضی حالات بعضی آدم میگن که کمتر مرا بمونه چیکار کنم؟ یک آرام شد. کمتر مرا بمونه چیکار کنم؟ آرام شد. و سوره 19 هست که خناس اون شیطان علاج میکنه که گپ رو نفهمه. چشمات خوب میکنه که چی در مجلس چی در صحبت چی در درس نکی ممکنه دولا در صحبت خیلی خواب میبره معلم چی گفت نمیفهم. انا که میدونیم به همون خلاصه گپ ما که یکم چی میشه آرامه بیا به حالتهایی که آرام باشه. دیم چیست؟ وقتی آدم آرام شد بدنش نرم میشه و انگلیسی ریلکس میکنن رسلابیچه میگن که او سکتی بدن نرم. مثلا آدم روزگارش اگر مشکلیش بیاره این همه کتفاش رو در هم میزنن. چرا دوما رو بینید چی سری کمپیوتر کنیم چه بلوچی مثلا معلوم کسی که من فکر میکنه زندگیشه و دوسته روز به روز همون فکر درصد اتوماتیکی کتفا چی میشه؟ کشیده میشه. کتفا کشیده شدن گردش خون ویران میشه. نیروها که نسب اداره میکنن
ناراحت میشن. ناراحت کشیدن درون سر گردش خون رو ویران میکنن. میشه با استیوخندروز میشه با چی؟ میشه با چربنوی دولینه فشار کس خون درون سر و آهسته دقتش هم ویران میکنن و خاطرش هم ویران میکنن. عمل حرکت بعد سردردی گوناگون میتیاب با خدا میکنن چکوتر رو نیروی دیگر هم دادنش ممکنه. یک چیز اینه دقت میکنن آدم کسل که روح زد بعد میگن کسل شد. در اصل این مکانیزمش بندوبستش هم خیلی. یک مثال میگیریم استرس تا چکی زیان میشه زیان در شکم میزنه. مثلا هم وقتی که شیوست میکنن یا که حالتهای تحصیل نماغون وضعیت سو پیدا میشه استرسی یعنی زیانی واقعی را میبینه یک اون حالت چی میشه شکم سخت میگه شکم نفرجین شدت میکنه شکم شدت کرد و توجیکو میگن نافش در اون رفته است انا باید چکو میکنن یعنی که شکم که شدت کرد رگوف شوله میشن کاری رو به هوا میشن کاری میده کاری غدود جگر اون من کجا در سستی داره به همجا میگه برای این چکو کردن نکنه بسیار عادیه شکمتون تیز نرم کنه ملایم کنه این چیزی عادیه یعنی که موشک‌های کشش کرده امکان نداره که مثلا رگ‌ها گردش خون شد یا که بعضا مثلا گیریم میان درد میشن آدم توجیکو میگن میان تا سخبند مهنت کن میان تا سخبند نگو کنید این سبب اون است که موشک‌های همون میان کشیده میشوند وقتی که آدم در یک کار داده شده است و دمگیری و کار و مثلا قوت جسمیشه و همین رو به نظر نمیگیرد و کاری میزنه که قوتش زیادتره سبب چی میشه؟ سبب رادیکولی استخوان‌ریز میان پادردی و هاکذا یعنی که بهیم چی بوده است؟ نرم کنی بدنتون بسیار تیز نرم کنی سه مثلا یکم چی بود است یکم نه؟ آرام دیم نرمی سیم نرمی در مشق روانی سیم چیزی که مثلا ما شما اثر میکنه این وزن بدن حس کردنه وزن بدن تو نه بسیار رو حس نمیکنه بعضی حالات یکون کسایی یکون سیشکن مثلا موضوع یکی بدنشون در نظرشون وزمین میتونه لیکن وزن بدن هست شما تصور کنید آدم 70 کیلو 80 کیلو باشه تصور کنید از بردارش خیلی قین است صد آفرین معینه نمیگویی که این تنه را میبرداره معینه مشکل را میکتن درست نیست وقتی که نرم شدی وزن خود تحیث میکنی وقتی وزن خود تحیث کردی گردش خون میشه این بعضی میگن دستان خون و پاهام خون کن و گردش خون نیست خون در سیلوار در جگر در حوضهای معینه سر میستن این مانند یانه که یک زوادی که جوی گردش خون درست که شد اون بوم میشه ولی برای این کمتر وقت لازم است بگم که یک بعضی هفته بعضی ماشین ها هستن کار باشه ماشین ها میبرویم هم خرسند میرون رو خدا میبینیم کار نباشه چی ماشین ها میستن همین خون هم خیلی وقتی که ندید کار نیست وقتی که دید که مثلا فعالیت مثلا کمتر است نیستن ارگانیسم نمیبروید چی در کره بیهوده کسلواد برای هوا رو برای تصور کنید یعنی که چی؟ یعنی که بدن گرم میشه رکوب شده میشه بدن چی؟ بدن گرم میشه اما بی طاقتون کنم این وقتی که خودت گپ‌های خودت و یک گپی دیگر میخواهم بدرویه نمیمونه بین گپ‌های من گپ‌های خودت دست از جنجال میشه مبارزه منه برای گپ‌های شما را با کسلی آوردم گپ‌های ما شما را با کسلی چی؟ روز یکم گفت کو ایستو دیگه نخدم نمیره یکم سکم بیاد میتونه فکر دیگه کنی فقط هم فکر ده همونجا ولی همونجا میکشه ولی همونجا هم در میکنم آزر امون یک روز سکوت گذارونم خرید میگیره خرید در سخت وقتی گفت نمیشه کو درون نمیفوره اگه با زبان داملایش میگویم
اما جین ها برآمدن نمیخوان با زبان دوملایی بگوییم در انا وای جین میگن همین دیگه ایلوجت میکنه که بگریزوناتا که صحت نشه برای موز بشینی توقت کنیم نقابیده او ما را یکم با معلم اون میگذارون در میز سیانس و سکوتو تلخ کف میشه بینید تو بود میشد هم میگفتیم بخیزیم این تلویزر رو بشکنیم بروید یکی یادگیری بینید بی‌صبری هم میگه که بهترین تحفه پروردگار برای بندش این قلب آرامه مکوده یاد میگیره یکی فقط نمی دوره ده من بعضی پاцієنت ها مای دست میتی توقت کردن نمیتونن سوال شدن داره اخر دوتنا بشینید بو سر میکنیم چیه دیده در بالای راه شرخص کردن میره روش باید میگفت که ززمینه میگفتن همه تلویزور رو میگفتن چی بمانه یک سیم بزنیم ببره که اون رد و برق بزنن نسوزونه شده مثلا خیلی گپا میگفتن یعنی که در فیزیک هیچ رو هستن در کل ما اساسایی میدونم انا میبینیم در مسئله اون که وقتی بدن سبک شد آهسته در مشق روانی بدن فراموش میشه بدن فراموش میشه اگر این خوبتر بتونه خوبتر یادگیری شما بدن تو را کرخ میکنه شما شنیدگیه مثلا یک اولیای در دستش مثلا زخمی پیدا شد بریدن از کار بود وقتی که گفت که من در سکوت میرم نماز میرم تحیات خونه رو سر کردم طبیب گفت که الحمدلله بریدن سر هیچ نمیکرد یعنی یک چیزایی بود که مثلا ما در فرهنگ نیابان خود همین چیز دیدیم که بودن و میاییم وقتی بدن فراموش شد حس همه چیزایی که ما رو دیگه خلل نمیرسونن میآید پیش نظر همه وقت در پیش نظر آدم مشکلاتش پرابلمهاش هستن کسل شما در پیش نظرتونه لیکن این شما چی؟ حس نمیکنه پیش وقت اگر دقتی هسته انا وقتی که همه پیش نظرتون توضیح شد و شما چیزهای لازمی را مونده در زندگیتون مهمه مثلا بسیارشون خیال میکنن که خیال میکنن که دستم خیال میکنن که سرم رنگ بانکای تماتایه خیال میکنم که پوچه‌ام در یکم گیر کشول داره خیال میکنم که سر دلم تاریکه نفسم میرینه خیال داره تصور کنید در جهان اینا رو توضیح کردن میکنم اینا رو با چی توضیح میکنم ما یکم با دوسکه در نوشته باشه یعنی توضیح میکنن گوه هم نوشته چرا شما دوسکه معنی سر خود توضیح میکنم و چیزای نو بمونی مثلا میگن خیلی تصور کنید معنی را فرقش نیست چی پیش نظر میاری چی میبینی در اصل حاضر مثلا یک مور مثلا اگر که مثلا همه جا باشه یا که شما مور را در تلویزیون ببینید همون اثراتش خیلی تصور کنید معنی را فرقش نیست تو در خیالش کردیسته یا دیدیسته در اصل معنی را یک ریاکشن میکنه این سیگنالی دیگه معنی سر میگن یک ریاکشن میکنه برای پیش نظرتون توضیح کنید میدونی آدم ها ده نموندن آدم های میبینیم که دپرسیوی هستن پسیمیستن بدبینن آدم های هستن نیکبینن اپتیمیستن میدونی برای چی خیلی نموندن این آدم های اپتیمیستن پیش نظرشون همه وقت شده های چیزای خوبه میبینن چیزای نغزه میبینن این آدم های دپرسیوی پسیمیستن اینا چیزای بد افکر میکنن پیش نظر میبینن و چی توضیح میکنیم بیاری پیش نظر دوره های صحتتون وقتی خشنه کسی را دوست میداری میشه که زندگی را یک کسی هست که دوستش میداری پیش نظرت بیارش اون کودک مایده اون عبیرت اون بچه تا دوست داشته تا اون ماشینی دوست داشته تا اون جای کار تا اون رفیقات تا اون طبیعت زیبا خلاص پیش نظر بیارش وقتت خشمه شو وقتت خشمه شو
اگه بیای جنگ روز یک چیزی بعد نقل کنیم چی؟ نمیخوای دیگه گفتن نه بازار میگن در بعضی اخبارات ها فقط چیزی خوبه او چیزی خوب نگذاری طبیعتی آدم دیگر میکنه دیدش دیگر میکنه الان خارجی را نگاه کنی فقط اجازه دادن فلان جا را کشتن یه خیلی کردن آدم چی میشه؟ آدم ناراحت میشه خواهی که این حل کنی شکم درست باشه اخبارات های بیزی که تماشا نکنی چون باید استرس میاره و ناراحت میکنه زیاد میرسونه انسان برای همین پیش نظرتون توضیح کنید این خیال میکنه که به همون خط کور کنه توضیحش کردستی یکی تلویزی درون معینه سرطه برنامه دیگه هر چیز میمونه یعنی پول تا در دستت میگیره اکد چیزی دیگری که در مسکوی روانی که توجیکی هسته اینونه که فکروتا خفیده هم نکن دریای فکر نمیشه با من کردن او دریای میوید و در اطراف ما بعضی استحصال میکنن فکر با فضای نوسفیره بعضی او میگیرن ولی ما فقط استحصال میکنن اما که تصور کنیم با چی بخپیم فکر مثلا شمشیر بیاید ما چیکار میکنیم چی میمونیم برزیدش سپر میمونیم تیر برزیدش چی میمونیم برانژیلت میپوشیم مثلا نگاه کنید نه در تو تیر خدا صورت دارد هم برانژیلت برای همین خدا رای مثلا نگاه کنید برانژیلت اگر ای تیر سست‌تر باشه چیکار میکنه؟ یا که شمشیر از سپر سخت‌تر باشه تیزتر چیکار میکنه؟ میشکنه میدروید فکری که در سر شماست باید فکری گذاشته شود که از او فکر بقوت‌تر باشه مثلا بسیار آدم وقتی کسان میشن میگه من بدبختم خیلی نگه خوب من چیزا من خیلی تقدیره گفته بجرم چیزی دی بدبختی کدام انتونی میشه کدام کلمه خوشبختیه عادی یعنی که تو باید که همین بدبختی را باید از سر دور کنی کلمه را برنده یک نیروی مثلا چی است کسایی رو هر مشکلی باید کلمه چی بمونی مثلا در سرت میبینی میشه که اون کسا بد میبینی میشه چی میمونی برزیدش بکشمش بعضی حالات میشه بعضی حالات مثلا خیلی این روزگو که هسته همسی ازش هست میگه بسیاری پینام میدونم لیکن ما میدونیم که مثلا مسئله جسمانی جزا دادن بعضی حالات از طرف قانون جزا داده میشه خلاص برای همین ما چی میمونیم بر ضد همین کلمه که ما یک کسی مثلا بعد میبینیم نفرت میمونیم چی میمونیم؟ مهر میزنه فقط یا که بخشش اینا کلمات بزرگن این مثلا کلمه بخشش این هم خیلی شده است که در زبان مردم کلمه ها نوبت دارن اگه میشنه السلام علیکم سازی نزد تینج چیکار کنم خوبان کارات نزن خلاص شد میشه اینا دیجور نیم میگوی میره اینا دقت نمیتی مثلا بسیاری سلام میکنه السلام علیکم یکی فکر نمیکنه من چیزی گفتم ما به عربی به نقصی بر شما گفتم ایدیل نمیگذارونم اگر سلام ایدیل بذارونی همه آدم چند فایزی سیرت میشه اگر سلام درست باشه یا که همه میگن رحمت یکی چی میگن من دقت نمیکنه مهربانی رو مثلا رحم مهربانی رو میگن دقت نمیکنه یا که شکر کسی رسه میگه شکر میگن تاجیک مبسو ملتی خوبه که همین در بدترین حالات هم باشن احوال پرسش کنی میگه چی؟ میگه شکر خداش شکر میکنم که احوال این حالات ده هسته برای همین شکر معنوش چیست؟ ندارم سپاسگزارم سپاس معنوش پاس داشتن سی پاس اما که تصور کنه که
فکرهای بقوت بود. کلمه های بقوت بود. مثلا در فرهنگ ما هست نام های خداوند مثلا بزرگ هستن. در کدام جای رایی مثلا صلح چقدر کلمه بزرگه. این سلام هم معنوش مثلا صلح، مثلا مهر، دانش، فهمیش. همه گوش میکنن، همه میشنون، لیکن نه همه میفهمن. این سلامتی، ببینید چقدر کلمه بقوت. ما کسان باید در برابرش چی بمونیم؟ کلمه چی؟ سلام. برای من صحتم سلامت. در برای این بیشتر فکر. اگر ما نگاه کنیم فایز کسل شما اگر از 50 زیاد شود بیمارخانه خوب میکنیم. اگر فایز کسل شما از 50 زیاد شود کو این 50 فایز ارگانیسم کسل شود مجبوری بیمارخانه خوب کنیم. لیکن شما 10 فایز هم کسل باشه همون هم مشکلی حساب میکنه. 90 فایز چی؟ بهانه میتیه. وقتی کسلی نه دست و پای سوسته میبینی، نه چشم بینات میبینی، نه گوش شنوا اینا در نظر نمیتوان. تو عیدت شانتی یا مشکلات نشه با قدرشون چی؟ نمیرسی. برای همین سلامتی بسیار چیز عجیبه. ما همه وقت در یک چیز سیکلیت میشیم، در یک چیز داده میشیم، همون همه خفه میمونه. او این چیزی چی بود است؟ این چیزی مشکل تری بسیار ناراحت کننده بود است. برای همین یاد گیری. اینه در فرهنگی ما ذکر میگن. افریماتیا در مثلا علمی حضوره میگن یک کلمه را چی؟ مثلا زیاد تکرار کردن که در معنی سر انسان چی؟ میشینه. ما در آدم چی پیدا میشن؟ باوری پیدا شد داروهای حلاوت بخشنده در آدم حاصل میشن. آدم حلاوت میگیرد ای راه گردش، ای غذا خوریش. آدم کسل همین غذا هم خورد مزه خوراک نمیفهمه. آدم بیمار سر دسترخوان جمع همه عائله رو نمیبینه. تو سرجمین وقت ای کو میگن میشینی کو قدر نزدیکات کسی زندگی میکنی یکم کس دقت نمیکنه میگن ها وقت ای. مثلا بسیار وقتا آدم های 30 سالشون رفتگی را پرسه میگه چی مشکلی داری؟ میگه تنهایی. تا اون وقت بود در عائله خود پدر و مادرش بود با زندگی کرد عائله خودش ساخت همه با پریشان شدن رفتن با خودش میموند و همون اگر زنده باشه همون همسرش. میگیم مشکلیشون در چیه؟ مشکلیشون در تنهایی. اما بعد با قدر این همون سرجمی سر دسترخوان میشینه. از بینید در سال 99 چقدر مشکل بوده برای نام چقدر کارا میشه. امروز چی؟ امروز ما آسان نام هست با خط نمید. با جوانای حاضره که نمیدونن ندیدن جنگه و اومد برای نام نمیفهمن که چقدر رو سر دسترخوان میاد. اما یک بچه هایش پرسیدن آخه نام برد و زمین نام احترام کنم ایفتاد در مگزین پرایم. این مگزین اگه میره اسکلادو در اسکلادو در اگه میبیه انبارخونه ها در دو این پرایم است. چه نمیدونم فهمه شد. حالا برای همین که همتر چی کنید؟ همتر فکراتون رو چکار کنید؟ بقوت کنید. هر کلمه انتونیم خود چه دونه. یعنی کلمه که این کلمه رو بگیم که این کار میکنه. فکرهای ویران و فکرهای سازگونه. با خودتون یاد میگیرید. وقتی در زندگی میبینید که اینا بسیار چیزی مهمه. این مانند نه که ایواز کردن همون دیسکو کسیت او یا که مثلا فلشکه که شما میمونید یا برنامه میمونید ایوازش کردن. بعد این چکار میکنید؟ اون چه شما میخواهید میشه نظر میارید. مثلا یک از گفت که دست ما بالا نمیرفت گفت یک پاцієنت ما همون خودش با خیال سوز گفت اول من خیال میکردم نمیتونستم خیال میکردم که همین دست من چی؟ دست ما بالا میرود در خیالم ساختم همون کار شد نیمو شاهدی همین کار بود یا اینکه آدم پرالیز بود فلج بود با خیالش
خیالش خطی اول کار کرد. اول حرکتش در خیالش ساخت. برای همین چیکار کنید؟ برای همین خیالتون خوب کنید. وقتی که شما در پیش نظرتون ساخته اون سیری که ما کیره گفتم همون خیال دل میگذرونه با زبانی دلتون. اینه میگن ویژوالیزاسیون، یعنی که پیش نظر آوردن، و وربالیزاسیون با زبان قلب گفتن. آدم ای کیهان جدا نیست. اونم که آدم ای جامعه جدا نیست. جامعه باز ای کیهان هم جدا نیست. موجودی هستن که آدم با خود دل کیهان هم میرن. ما موجود میتونیم بگیم فرشته ها. ما مثلا میتونیم بگیم موجودی هستن که چند بار گرد زمین دور میزنن. انسان یک چیزی خشک و خالی نیست. انسان بسیار مقام بلند داره. این امروز به علم اثبات شده است و وقتی که شما از دلتون گذرانده نگاه کنید آخران در مشق چیکار کردن نکنید. آخران در مشق انتظاری کاری خوب میشه. بسیار آدم ها انتظاری چی هم؟ فکرهاشون باید با ایران مشکل با انتظاری کاری باید آل یکم کار میشه یکم پس تلفن زنگ نزده که خواهد چی باشه؟ چی میگفتم یکم چی نباشه؟ خدا نکنه نیم شب زنگ بزنی اگر تماما دیگه خوابش میپره. یعنی که این سبب چی؟ انتظاری کاری بد شدن نه. اونقدر بعضی حالات ما آیا دیگر بدگمانی میکنیم که فقط انتظار میشیم که یکم زیان یکم کار یکم نباشه. یه هفته زندگی میکنه همش خوب کاروش نست خورد و خوراک خوب همین یک بار در یه هفته یک کاری مشکل شود فقط دیگه خواطره کاری هم کار میشه. این وقت دیگه رو به نظر نمیگیره. شما درک کردسته؟ درک میکنه آدم کاری چی میشه باشه. اما تو آخر خواب بود. من که تصور کنید که شما باید انتظار چی باشه؟ انتظار کار دایم چیزی خوب باشه درک کنید. خدا هم میگه من بر خدا نباشه نه؟ وقتی که انسان انتظار کار خوبه همه کار نمیاره. فهمیدید؟ این هستن مشقای روانی باشه. نه؟ سحر مثلا عدید هر وقت خوابه شام بعد شام مثلا پیش خواب رفتن مثلا تکرار کنید همین چیزا خودتون رو به دست بگیرید. ملت ما ملت فرهنگیه. همین چیزها رو بعضی چیزهای روانی هستن برطرف شدن کن ملت در مدت کوتاه خودش به دست میگیره. امروز دولت توریستان همه شرایط برای ما مهیا کرده است. خواهی تجارت کنن، خواهی خارجه، خواهی خان، خواهی علم آموز، خواهی یعنی که همه شرایط از ساختگی. ما خودم مثلا در کارهای معماری کار کردگی میدونم که صد آفرین یعنی کسایی که در دولت کار میکنن اینا در حقیقت در خدمت مردم برای ما و شما شرایط ساختیستن. بسیار کارخانه ها برای ساعت 5 مکتب میکنن میرن. بسیار کارهای اداره‌های دولتی هستن تا ساعت‌های 7-8 دیگه رو بهش کار میکنن. و وقت نمیشون دو چیز که در خدمت حق در حقیقت هستن. باید دولت تیروی خلق استفاده اش برید. با مشقای روانی ما زندگی شما رو دیگر میکنه. داروهای خوردگیتون به شما منفعت زیاد میاره. تاثیر خوب میرسونه. شما نقشه میزنید در زندگی، پلان میزنید، آرزو میکنید، امید میکنید، عمل میکنید و کوشش میکنید که همون چیزهای دستتون ساختگی را و دست بیارید. سلامت باشید.